ملاقات گروه تبلیغاتی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر با رهبری مدیر شعبه کار با زنان و اویله نزد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر نخست در کالج طبی برگزار شد. امروز چطوری که همه شما آگاه هستید جشن 5500 سالگی سرازم که در مخصوص در شهر پنجکند جشن گرفته شد. محترم جناب عالی بار دیگر احسان گفتن به زنهای پنجکند که چنین هنرها چنین دستاوردهای خود را معرض تماشا گذاشته توانستند. این البته سهم هر یک هر یک استقامت کننده شهر پنجکند بود که امروز این جشن با یک شکوه و شامت خاص تجلیل گردید و چطوری که میبینید امروز ما و شما در شهر و دیهات پنجکند که و جدا شوی آیله های جوان خیلی زیاد به نظر رسیده ایستاده است. من البته میگویم که آموزش فرد باید از آیله سر شود. وقتی که دختر به وایه میرسانیم باید که فهمه وقتی که پدر و مادر کمبودی ما و شما را میگوید ما نباید وای را بر طور دیگر قبول کنیم. البته این را شخصانی هستند که کمبودی را در روی میگویند ولی باید بعضی شخصانی هستند که برعکس شما را تعریف میکنند گرچه که شما خطا به خطاگی رفته ایستاده توصیف میکنند که شما به همون راه رفتن گیرید. شما باید پیش از همه فکر و عقیده خود را کار فرمایید. امروز من چطوری که تحلیل ها نشان میدهد جدا شوی آیله های جوان این از استفاده تلفن های موبیلی زیاد به نظر رسیده ایستاده است. شما که اکثریت آیله دار هستید و اکثریت در آستانه آیله دار شوی قرار دارید من به شما گفتنیم که همین استفاده تلفن موبیلی هم یک وی خود را دارد خاصی خود را دارد. همون صحیفه که به شما لازم نیست البته ندارید برای شما برای چی لازم است همون تلفن؟ وقتی که به شما تلفن لازم است وقتی که یک کس شما را سراغ میکند البته شما باید با راه درست استفاده برید. پدیده‌های نامطلوب زندگی امروزه از جمله پیشگیری جوانان از شامل شدن به حزب و حرکت‌های افراطگرا مسئله داغی روز است و در این مورد مدیر شعبه کار با جوانان و ورزش چنین گفت. یکی از مسائلی که جامعه ما را امروز به تشویش آورده است این شامل شوی جوانان به حزب و حرکت‌های افراطگرایی از جمله تروریسم اکستریمیسم. ما باید نسبت این عمل‌هایی که خواجگان تاجیکانی که در خارج کشور با هر راه و واسطه میخواهند ثبات کشوری ما را ناآرام سازند آن آزادی‌هایی که آن شرایط‌هایی که ما حاضر در اینجا مثال دانشجویان نشسته علم آموخته ایستادند و خدمتچیان دولتی که آزادانه کار و فعالیت کرده ایستادند میخواهند به همین تنجی آرای ما خلالی خود را رسانند و ما باید جوانان دوچند و سه چند هوشیاری و زیرکی خود را از دست نهاده مقابل این خائنان دولت از جمله یکی از خائنان دولتی که از خارج کشور ایستاده با هر راه و فیله خصوصا همین جوانان ما را به دام خود کشیده ایستاده است این موحدین کبیره می باشد. ما جوانان شهر پنجکند به این خائنان ملت و دولت البته لعنت میخوایم از جمله من باوری کامل دارم که در همین کالج طبی شهر پنجکند یکچند جوانان فعال هستند از جمله معاون آزاد فیلیال اتفاق جوانان تاجیکستان در شهر پنجکند از همین دانشجوی کورسی یکی شهر پنجکند نبیف عبدالشکور میباشد که در نزد بخش کار با جوانان و شهر پنجکند کار فعالیت میبرد. تقلید ناجایه به سر و لباس بیگانه مسئله دیگری ملاقات بود که از روی آن متخصص شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر زیبینیسا اسلامова سخنرانی نمود. حاضر تاجیکستان دولتی آزاد دموکراتی خوب نو به دنیوی می باشد. وقت از اونه که ما هم خانه پدر و مادر ما میگشتیم پدر و مادر زیادی نشون میدادن که دخترها به خواندنی نروند. من خودم از دیه هستم. من حاضر معلوم از دیه های دوردست و خواندنی آمده ایستادم. وقت از اونه که دختران عشق و احترامانه خواهش مینمایم که به شوهر برآمدیتان دیده سنجیده همون جوان پسر به شوهر برایتان و پیش از همه به خانه شوهر رفتیتان شما محیط دیگر بیرویتان. پیش از همه پدر و مادر شوهرتان را و شوهرتان را عزت و حرمت کنیتان. خب باید چخیلی که همین معلمه گفتن طرز لباس پوشی به ما خاص نیست. مثلا که معلمه گفتن انی اروپا انی و کمتر که همون قوای دراز کرده
ба манъяк шуда. Баъд ҳамин ҷавоно телефони мобилӣ истифода мебаред, он ҷавоно бисёр духтарои фиреб метаҳанд. барои он ки мо занҳо зудбовар, дилсӯз ва раҳмдил мебошем ва ҳамин фирефтаи ҷавоно нашавед. ва чӣ хел гӯям, бо шумо барои хондонотон муваффақият хоҳам. ҳамин гуна мулоқот бо ҳамин мазмуну мундариҷа дар коллеҷи омӯзгории шаҳр низ баргузор шуд ки инҷо ҳам нотиқон аз ҷавонон даъват ба амал оварданд ки ватани азизи хеш тоҷикистони соҳибистиқлолро дӯст доранд, ба саролибоси миллӣ арҷ гузоранд, аз ҳизбу ҳаракатҳои ифротгаро дурӣ ҷӯянд, хуб таҳсил намоянд ва минбаъд чун мутахассисони соҳибтаҷриба ба камол расида ба халқу ватан хизмат намоянд.